با درود و سپاس بیکران خدمت عزیزان، دوستانی که دوست دارن مشاوره بکنن در خدمتشون هستم. آغاز میکنم، خودم با خودم مشاوره میکنم، گوش کنید و لذت ببرید. استاد غزل سعدیست نزد همه کس، لیکن دل را نکند بیدار الا غزل حافظ. زی حافظ ظلم مستور است در اسرار جان، می نهد ظالم به پیش مردمان. نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دیگر باره جوان خواهد شد. دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس، کجاست دیر مغان و شراب ناب کجاست؟ تا غنچه خندانت دولت به که خواهد داد؟ ای شاخ گل رهنا از بر که می رویی؟ یار مرا غار مرا عشق جگر خار مرا، یار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرا. اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش به در آید؟ دارای جهان نصرت دین خسرو کامل، یحیی بن مظفر ملک عالم عادل. لنگ لنگان قدمی برمی داشت، هر قدم دانه شکری می کاشت. تا سر زلف تو در دست نسیم افتاده است، دل سودا زده از غصه دو نیم افتاده است. تو از کجا و امید وصال او ز کجا؟ به دامنش نرسد دست هر گدا حافظ. ظاهرت گر هست با باطن یکی، راه حق را هم بیابی اندکی. یارب سببی ساز که یارم به سلامت، باز آید و برهاندم از بند ملامت.